سلام چطورید؟ خوبید؟ حالتون خوبه؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. من تصمیم گرفتم یه چالشی رو شروع کنم و چالش هم اینه که بیام هر روز صبح تو پارک، صبح زود بیام و هر تیکه‌ای که شده بشینم و با آبرنگ نقاشی بکشم. الان اومدم بشینم اینجا، دیدم که چمنا کامل خیسه و منم زیرانداز ندارم. یعنی از چیزایی که خب واسه روز اول نمیدونستم که بعد زیرانداز داشته باشم، اصلا نمیدونستم صبح چمنا رو آب میدن و خیسه. در واقع واسه همین امروز مجبورم برم بشینم روی جایی که حالا خیس نیست، ولی از روزهای بعد دلم میخواد بشینم توی خود چمن. حالا بریم بگردیم ببینیم اصلا کجا بهتره، یعنی جای مناسب واسه این که من بتونم بشینم و نقاشی بکشم کجاست. ببین یه عده آدم تقریبا سن بالا اومدن یه طرف پارک، آهنگ گذاشتن دارن میرقصن و ورزش میکنن. بعد خیلی باحاله، آهنگ بندری گونه‌ای هست، الان میرم نشونتون میدم. بعد اینکه فکر نمی‌کنم صداش تو ویدیو بیاد، ولی وایسین برم نشونتون بدم. ببین به نظرم اگه که بیام بشینم روی این صندلی‌ها، من الان وسیله‌ام گذاشتم به خاطر اینکه چمن خیسه خیلی بهتره و اینکه میتونم تقریبا چنین زاویه‌ای رو بکشم، یعنی همین چیزی که الان داریم میبینین رو تقریبا. خب اینم از جا که درست شد. حالا من حین نقاشی باز اون طرفی هم که دارم میکشم و این نشونتون میدم. من تقریبا اولین باره که دارم میام بیرون و نقاشی میکشم بیرون و فکر کردم که مردم خیلی عجیب نگاه کنن، ولی اصلا عجیب نیستن، خیلی میخندن و مهربون دارن میرن میان. از همین که دارم جای دوربین رو تنظیم میکنم خنده‌شون میگیره. راستی بعد برم دنبال آب بگردم، چقدر بد، الان نمیتونم گوشی و اینامو تنها بذارم برم. 2 ساعت جاشو درست کردم، بذاریم برم آب بیارم. من واقعا مجبور شدم برم دنبال آب و وسیله‌امو بیارم دنبال خودم. خیلی کار سختیه که با یه گوشی 3 پایه به دست دنبال آب تو پارک پیش برم. اصلا نمیدونم این پارک کجاش باید برم لیوانمو آب کنم. الان وسیله‌ام یه اشتباه دیگه هم که کردم، این که وسیله‌امو گذاشتم توی پوشه و این پوشه خیلی بدجوره، همه وسیله‌ام داره از توش میفته. و اینکه ببخشید آقا اینجا کجا آب هست؟ شیرا خود دستشویی، آره یادم افتاد، مرسی. اوکی متوجه شدم و ترجیح دادم که گوشیمو با 3 پایه بیارم به خاطر اینکه 3 پایه رو جا نداشتم تو دستم بگیرم. ببین اندازه همین عمرم من تو این پارک اومدم، بعد یادم نبود که کجا آبه، بعد خیلی هم بهم نزدیکه. خسته شدم. بچه‌ها آب بچه‌ها بالاخره آب پیدا کردم. ای به طرز وحشیانه این لیوان آب کردم. همین اولش گرمه تازه کفشم هم رفت تو گل. شروع کنیم. تجربه شد که آب بیارم و وسیله‌ام بذارم تو کیف به جای پوشه. این آب رنگ این شد نتیجه طراحیم. بعد اینکه یه سری جاهاشو به خاطر اینکه فقط برگه من خط خالی گذاشتم که بعد برگشو با آبرنگ بیارم. اینم از جایی که داشتم میکشیدم، تقریبا این تیکه بود. پالتم خیلی کثیفه، یعنی اصلا جا واسه رنگ ساختن نیست توش، ولی من همچنان دارم میسازم. دقت میکنی؟ بذار بیامش نزدیکتر.
فکر میکنم که رنگ این کنارای پیاده رو همین جوری باشه، نمیدونم، فکر کنم شاید یه ذره سفید بخواد. به نظرم کل این تیکای چمنو یه دست سبز بزنم، بعد توش تیره و روشنی بیارم. من میخوام که این نورا هم نشون بدم، در واقع نورایی که افتاده، نور خورشید افتاده روی پیاده رو، ولی نمیدونم چه جوری باید با آب رنگ نشون بدم حقیقتا. و اینکه حالا یه کاریش میکنم. فعلا میخوام این چمنا رو یکم سبزش کنم از لبش بعد یه سبزی بزنم. نه خیلی هم سبزش انقدر روشن نبود، ولی سبز من الان خیلی روشن شد، ولی به نظرم اشکالی نداره. بعد یه چیزی که هست، این ته تقریبا چمنه، یعنی احساس میکنم اون ته نمیدونم شما میبینین یا نه، ولی بعد از این چمن یه در واقع پیاده رو دیگه هست، ولی دیگه احساس میکنم از دید من خارج میشه و من اگه همشم سبز کنم فکر کنم اشکالی نداشته باشه. در واقع دقت میکنین پارک ساکت شد، یعنی این پیرمردایی که داشتن ورزش میکردن رفتن، کلا پارک خلوت شد. من احتمالاً مجبورم یه بخش خیلی زیادتریشو توی خونه بکشم، چون که باید برم از پارک. واسه امروز فعلا بیشتر از این نمیتونم تو پارک بمونم. ادامهشو میریم خونه نشونتون میدم، یعنی کاملش میکنم نشونتون میدم، ولی کلا قصدم اینه که از فردا یعنی نقاشیمو در واقع تو پارک تموم کنم، یعنی همه باحالیش در واقع به همینه. من خودم از اون دسته آدماییم که عاشق اینم که بشینم نقاشی کردن یکی رو تماشا کنم، یعنی عاشق اینم که ولاگایی که فقط پروسه نقاشی کشیدن نشون میدن رو نگاه کنم. بعد دلم میخواد که از نقاشی کشیدن منم دقیقاً همون حسو بگیرید، برای همین خیلی دلم نمیخواد حرف بزنم که وسطش بیام وسط اون نقاشی بپرم. بعد اینکه اومدم اینو بگم که من سر اینجور نقاشی کشیدن‌ها خیلی سعی نمی‌کنم که دقیقاً حالا مثلا به واقعیت نزدیک بشه یا حالا اونقدر رئال بشه و این داستانا. کلا دوست ندارم اونقدر مثلا رئال کار کنم و اینکه بیشتر سعی میکنم از اون مثلا حالا تصویری که دیدم یا منظره‌ای که دیدم حسمو بیارم روی برگه. برای همین اصلا با آبرنگ در واقع کار میکنم. آبرنگ احساس میکنم خیلی میتونه حس آدمو برسونه، حتی اگه توش خوبم نباشی یا مثلا بلدش نباشی، واقعا میتونه حس تو خیلی تر و تمیز برسونه. من تصویرم هم اینجا دارم که بکشم از روش. میدونین دلم میخواد چجوری باشم؟ دلم میخواد از این آدم باشم که میرم یه جای خوشگل، اصلا گوشی رو در نیارم عکس بگیرم، سریع برگر رو در بیارم، آبرنگ رو در بیارم و بشینم همونجا نقاشیشو بکشم. بعد خیلی سریع که مثلا اگه زمان نداشتم این داستانا از دستم در نره اون تصویر. یعنی عاشق اینم که حس اون لحظه رو سریع با نقاشی تو ذهنم ثبت کنم، نه با عکس. عکس ممکنه دیگه نگاه نکنم ولی نقاشی همیشه تو ذهنم میمونه.
دوباره ویدیوهای من رسید به سر ظهر، من مجبورم هی آرومتر حرف بزنم به خاطر اینکه مثل همیشه همه خوابم به من بیدار. بعد اینکه این به اینجا رسید نشونتون دادم و اینکه دیگه گفتم که استوب بسته دیگه، چون هر نقاشی تو دنیا رو هر چقدر بخوای واسش وقت بذاری کمه، یعنی تا ابد میتونی بهش بری و همین جور بهش جزئیات اضافه کنی. بعد من دیدم که واسه این نقاشی دیگه کافیه و اینکه پالتم هم که دیدین پاکش کردم. میخواستم که بیام با راپید یه سری جاشو بردارم، در واقع بهش مثلا حالا یه سری جزئیاتی با راپید اضافه کنم که به نظرم خیلی باحال میشه. بعد اینکه خودم به شدت دارم همینجور براش ذوق میکنم، یعنی ازش خیلی زیاد دوستش داشتم و داشتم به این فکر میکردم که اگه که قرار بود من اینو توی پارک تموم کنم واقعا جونم تموم شد، انقدر که طولانی بود و طول کشید و خیلی خوب شد به نظرم، یعنی حسی و خیلی کلا آبرنگ همیشه حس رو میرسونه دیگه، یعنی آبرنگ رو یه لکه سادم که باش بذاری رو مقوا به نظرم کار تمومه، یعنی عالی. اینجا یه مقوامو میبینین پاره است، من اینو صبح اومدم مقوامو ببرم، قبلش کشو پاره کردم، بعد الان که کشیدم دیدم چقدر باحاله که پاره است. بعد به ذهنم رسید بالاشو کلا پاره کنم، حالا نمیدونم این کارو میکنم یا اینکه کلا اینجا رو صاف کنم، هیچ ایده‌ای فعلا ندارم، ولی خیلی باحاله که مقوا نامنظم باشه و پاره شده باشه. نتیجه کاملش فعلا بدون راپید. تا اینجا نظرتون رو حتما راجبش تو کامنت ها بگین، کلا راجب این اپیزود و این نقاشی و اگه ایرادی چیزی توش میبینین، هر چیزی حس کردین تو کامنت ها بگین. نقاشی‌هایی که از روی مدل واقعی میکشم، یعنی یه عکس توی گوشی نیستن، خیلی هرچی نگاش میکنم بهم حس زنده بودن و طبیعی بودنشو میده. یعنی نمیدونم حالا شما اگه این کار رو میکنین اینجوری هستین یا نه، ولی کلا مدل زنده و مدلی که واقعا جلو چشمته، حالا هرچی میخواد باشه، از یه کوزه که بیجانه تا مثلا یه درختی، یه چیزی، حالا تا حتی انسان که دیگه مثلا جون داره و این داستانا، هرچی نگاش میکنی اون حس واقعی بودنش و اون حس طبیعی بودنش رو کامل بهت میده. یعنی من اینجوریم و کارهای اینجوری مثل اینو خیلی بیشتر از کارایم دوست دارم که یه عکس مثلا از توی پینترست بوده و خیلی خیلی زیاد حسش هر سری به دلم میشینه. امیدوارم که لذت برده باشین. خیلی 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 دوستتون دارم. توی اپیزودهای بعدی و قسمتهای بعدی میبینمتون. بای بای.